4 سپتامبر سال 2023 تخمیناً ساعت 08:10 راننده автомашین بارکش تمغه دولون قرایف ارزو سال تولد 1995 ساکن شهر نورک هنگام حرکت در روی ماشینگرد دیهه سرگذر شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نمبر آمده خرسال جبارزاده نوزنین سال تولدش 2022 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال جبارزاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 3 سپتامبر سال 2023 تخمیناً ساعت 17:30 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز حسینوف شاروخ سال تولدش 2001 ساکن نوع جبار رسولوف هنگام حرکت در روی ماشینگرد خوجند استرافشن در حدود جماعت دیوت دهموی نوعی رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نمبر آمده پیادهگرد اوتاجانوف یوسف جان سال تولدش 1963 ساکن نوعی جبار رسولوف را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد اوتاجانوف از جراحت‌های جسمانی برداشتهش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوی بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 30 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2022 زن 30 و مرد 45 ساله ساکن همین شهر با روی فریب به باوریش در آمده از او 255,000 سومانی گرفته تا حال مبلغشان را برنگردانیدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.